سلام عزیزان دوست داشتنی، روزتون بخیر باشه. امروز 12 مهر هست و با توجه به اینکه طبق تحلیل های گذشته روی مارکت عمده اون اهدافی که گفته بودیم محقق شد، بنابراین باید یک آپدیت جدید نسبت به بازار بهتون بدم. فلزا مثل همیشه وقتی که همچین اتفاقایی میفته میام و یه ویدیو ضبط میکنم نسبت به مارکت، بنابراین توضیحات تکنیکال رو در رابطه با مارکت بهتون خواهم داد. چند تا عرضم هست که بچه ها از من سوال پرسیده بودن، مثل دوج، تون، شیباس، اینا رو هم نظرم رو راجع بهش خواهم گفت. و قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم یه بررسی بکنیم نسبت به اتفاقایی که توی مارکت افتاد و یک ریویوی بکنیم نسبت به آخرین تحلیلی که من هفته گذشته توی تلگرام منتشر کردم به صورت وایس، که خب دیدم خیلی ها گوشش ندادن و بنابراین این تیکه آخر رو از دست دادن. بنابراین یه بار اونو مرور میکنیم با هم دیگه، بعد میریم سراغ یه تحلیل سوینگ جدید از بیت کوین و به طبع اون سه تا رمزارزی که گفتم بچه ها درخواست کرده بودن. میدونید اگر درخواستی دارید میتونید توی قسمت کامنت ها بنویسید. انتقاد پیشنهادی دارید میتونید همونجا توی کامنت ها با من در ارتباط باشید که ویدیوهای بعدی بهتر و اصولی تر بتونه کمک حال شما عزیزان باشه. کانال رو اگر دوست دارید حتما یادتون باشه که سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله ها رو هم بزنید که نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه وقتی که ویدیوی جدیدی رو ما بارگذاری میکنیم. بریم سراغ اتفاقی که توی مارکت افتاد. من از چند منظر میخوام بهش نگاه بکنم مثل همیشه، یعنی اتفاقات ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصاد کلان، خرد و همینطور تکنیکال که تکنیکال همیشه آخرین قسمتش خواهد بود. خب اول بریم سراغ این که چرا بازار یهویی اینجوری بالا رفت. بذارین قبل از اینکه اینو راجبش صحبت بکنیم من این وایس رو براتون بذارم، امیدوارم وایس صداش میزون باشه شما بتونید بشنوید. هر $100,000 یعنی خیلی این ضرر بزرگی نیست. در کنارش تی پی آی که الان متصورم اینجا بازار بود من راجع بهش صحبت کردم نشده باشه، تقریبا 13 و 600 700 این خط مشکیه، بعدیش 119، حالا دقیقش رو بخوام بگم 118 و 900 اینجا، و تی پی 3 که البته اول باید ببینیم با هر کدوم از اون تی پی آی قبلی چی کار میکنه، میتونه تا منطقه 124 هم حتی افزایش داشته باشه. این خب پس من توی اون تحلیلی که 26 سپتامبر در واقع ماه گذشته در واقع ارائه کردم گفتم که با حد ضرر 106 و 100 میتونیم وارد معامله لانگ بشیم و اهدافی هم که مشخص کردم 113 و 600، 118 و 900 و 124 بود که خب تقریبا حالا اگر این تیکه آخر رو اغماض بکنیم، چون مثلا فرض کن توی صرافی بایننس قیمت تا 123 و 894 رفت، حالا نگین 124 دقیقا نخورد، اون اگر بهش خیلی توجه نکنیم بنابراین سه تا تارگت خورد. ما یه منطقه بسیار بسیار مهم داریم، منطقه 112 که من اینو با نقطه چین کشیدم یادتون نره. و حالا بریم سراغ تحلیل اقتصادی، بعد بیایم سراغ بقیه مسائل. از دیدگاه کلان اقتصادی اگر بخوایم نگاه بکنیم، نرخ تورم مصرف کننده آمریکا توی آگست 0.4% ماهیانش و سالیانش 2.9% شد. خب با توجه به نرم شدن بازار کار، بذارید بچه من یه تصویر اینجا گذاشتم، این همین در واقع CPI و PPI هست که امریکا اعلام میکنه که اینجا رو روی 0.4% الان عرض کردم خدمتون در واقع اعلام شده و تورم تولید کننده یا PPI هم 0.9%. خب اینا مال آگست بوده. خب ببینید بچه ها، چسبندگی توی تورم خیلی عجیب غریبه. یعنی
دست فدرال رزرو رو هم یه جورایی میبنده دیگه. یعنی شاید خیلی کارها رو دلش بخواد انجام بده ولی نمیتونه. حالا بذاریم بریم جلوتر. من خیلی نمیخوام دیتیلای اقتصادی رو راجع بهش صحبت بکنم ولی این اعداد رو بدونید بد نیست. این رو هم حالا داشته باشید، این نرخ عملکرد کار توی مردم، اشتغال مردم هست در امریکا، اونایی که بیکار هستن و NFP رو میبینید که در واقع چه اعدادی براش متصور شده. پس حالا پس من راجب، چون این تصاویر رو نشون دادم، راجب اینم بهتون بگم که با توجه به نرم شدن بازار کار، بیکاری تقریبا 4.3% و NFP رو هم که 22,000 تا اعلام کردن، بازار نتیجه گرفته فدرال رزرو احتمالاً چرخه کاهش رو ادامه میده. یعنی کاهش نرخ بهره ادامه دار خواهد بود. همین امید به کاهش بیشتر نرخ ریسک پذیری رو بالا برده و به تبع به نفع مارکت کریپتو شد که میبینید از همون موقعی که این اتفاق افتاد خوشبینی نسبت به بازار یک همچین صعودی رو ما شاهدش بودیم. خب حالا یه اتفاق دیگه ای هم میفته توی ماه اکتبر. خیلی از سالها مارکت خصوصا توی بازار کریپتو یه تکونای عجیب غریب خورده. اصلا به جای اینکه بهش میگن اکتبر بهش میگن اپتوبر. یعنی حالا به شوخی این مصطلح بین افرادی که توی مارکت دارن کار میکنن شاید شنیده باشید، میگن اکتبر رسید، منظورش همون اکتبر. اکتبر به قول معروف طلایی، اکتبر همیشه سبز، یه همچین چیزی. خب حالا پس از نظر تاریخی اکتبر ماه قوی بوده عمدتاً برای مخاطبین بازار کریپتو و نسبت بهش همیشه یه واکنش‌های هیجانی رو نشون میدن. خب همین هم باعث شد که قیمت خیلی راحت به بالای منطقه 120 که الان اینجا دارم بهش اشاره میکنم بره. 120 مرز روانی مهمی برای بیت کوین هست علل اصول و باید بهش توجه داشته باشیم. خب برگردیم بریم سراغ یه بعد دیگه ای نسبت به قضیه. گزارش‌های بازار نشون میدن که حالا طبق آخرین خبرهایی که من دیدم توی ETF ها تقاضای سرمایه گذاران توی این تابستون رشد عجیبی رو شاهدش بودیم توی ETF ها. ETF ها میدونید اونایی که توی بازار کریپتو به صورت عادی کار نمیکنن یا عمدتاً توی مارکت آمریکا هستن و از خدمات صرافیان نمیخوان استفاده بکنن، میخوان از خدمات سازمان بورس اونجا استفاده بکنن، میرن سراغ ETF ها. یه مجموعه هستن میرن یه سری از این در واقع رمزارزها رو که قابلیت این کار رو دارن و مجوز میگیرن رو خریداری میکنن، مردم میرن و ETF ها رو خرید میکنن. خب و عبور از منطقه 116 که اتفاق افتاده، یعنی این حوالی، اینجا نرخ بالاتری نسبت به ETF ها رو شاهدش بودیم و بنابراین دوباره یه تریگر دیگه برای فاز گاوی رو فعال کرده. پس دو منطقه شد، یکی منطقه 116 که بیشتر به واسطه ETF ها منطقه مهم حساب می شد، یه دونه منطقه 120 بود که خب مرز روانی صفردار زیاده. از طرف دیگه بریم سراغ مسائل سیاسی و اون ژئوپلیتیک و اینا. دولت امریکا به خاطر اینکه بودجهش تصویب نشد تعطیل شد. خب تعطیلی دولت آمریکا دید سیاستگزار رو به داده ها محدود میکنه، یعنی دیگه چیز دیگه ای نداره دیگه، همون داده هایی که الان دستش اومده رو نسبت به همونها میاد اظهار نظر میکنه. و طبق تحلیلی که توی رویترز خوندم بچه‌ها احتمال یک کاهش 25 واحدی دیگه توسط فدرال رزرو میرفته. حتی در سناریوی طولانی شدن تحلیل بحث این که این 25 واحد بشه 50 واحد هم هست. خب پس ریسک پذیری رو بالا برده. حالا یه نکته بچه‌ها خوب توجه بکنید، اگر توی ماه آینده همین 25 واحد که حرفش خیلی زیاد بوده، یعنی تقریبا 98% بهش وزن دادن که 25 واحد کاهش پیدا بخواد بکنه، اگر اتفاق بیفته تقریبا توی این ماجرای سعودی که الان شما میبینید پیشخور شده است.
اگر این که بره رو 50 واحد، وگرنه یهو فکر نکنید الان اگر نرخ بهره رو 25 واحد تکونش بدن بعد دوباره مثلا فرض کنیم ما یه جهش سنگین داریم، این توی قیمت ها به نظر میاد که دیده شده یا پرایسینگ شده اصطلاحاً به دیدگاه خارجی ها. یه تنش هم که بین ونزوئلا و آمریکا در حال اضافه شدن، اگر شنیده باشید یه قایق جدید رو دیروز در واقع امریکا زد، منهدمش کرد، توی از همین مواد مخدر و اینها داشتن جابجا میکردن، قبلا اینا رو میگرفتن الان دیگه نمیگیرن، یه ذره میزنن پودر میکنن و پرواز F-35 ها رو توی اون منطقه شاهدش بودیم. فعالسازی تحریم‌های سازمان ملل بر علیه کشور خودمون رو داشتیم، همون اسنپ بک در واقع اتفاق افتاد و فضای این کار باعث شد که فضای هج ژئوپلیتیک در واقع پررنگ بشه و میل به دارایی‌های غیر دلاری افزایش پیدا بکنه. خب یکی از اونها هم که خیلی توسط مردم با اقبال روبرو میشه کریپتو و ما شاهد یه همچین اتفاقی توی مارکت کریپتو بودیم. حالا فدرال رزرو الان کجا قرار داره؟ تصمیم اخیری که 17 سپتامبر، این راستی این وسط بهتون بگم، فدرال رزرو باید توی همین روزهای گذشته راجع به نرخ صحبت می‌کرد، اما به خاطر تعطیلی دولت امریکا این اتفاق نیفتاد و منوط شده به، یعنی پستپون شده به آینده. 17 سپتامبر فدرال رزرو 25 در واقع واحد نرخ بهره رو کم کرد، خب و رسوند به تقریبا بین 4 تا 4.25 صدم. پاول گفت ریسک سمت اشتغال بالا رفته. خب الان مسئله اشتغال رو هم که اینجا توی این نمودار بهتون نشون دادم. خب اما یه نموداری از بچه‌ها بهش میگن دات پلاس، یعنی پیش بینی آینده رو میکنه که حالا فورکست میدن و اینها، پروجکشن ها نشون میدن که برای باقی مانده سال 2025 کاهش های بیشتری احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. خب الان میدونید که تقریبا یه چیز بوده 2 ماه دیگه تا آخر سال ما زمان داریم دیگه، یعنی الان اگر اکتبر باشیم 2 ماه دیگه بیشتر زمان نداریم. بازار یک کاهش دیگر رو که توی اکتبر میخواد اتفاق بیفته به نظر خیلی از کارشناسان پیشخور کرده است. پس اکتبر اگر فقط 25 واحد کاهش پیدا بکنه خیلی نباید دلخوش باشیم که بازار دوباره یک جامپ دیگه قیمتی یا اصطلاح دیگه‌ای که به کار میبرم پامپ قیمتی داخلش شاهدش باشیم. خود فدرال رزرو هم توی SAP رسمیش این روند رو ترسیم کرده که حالا من دیگه چون نمودارش رو روی این سیستم نداشتم نمیتونم بهتون نشونش بدم. خب پس تقریبا مواردی رو که میخواستم بهتون بگم اینجا گفتم. اینم یه جدول که کامل همه اینها رو گذاشتم کنار هم دیگه که بتونید ببینید، یعنی هم CPI هست و هم yearly هم مانتلی، کور CPI هست، PPI هست. در واقع افرادی هستن که کار نمی کنن، یعنی اونایی که کار نمی کنن و همینطور اشتغال. این چون این آخریش جا نشده بود من یه دونه آوردم پایین‌تر که این رو به صورت کامل تو این جدول داشته باشید. دلایلش رو هم که در واقع بابت چی این اتفاق افتاده رو همه رو جلوش داریم. خب برگردیم بریم سراغ نمودار قیمتی. این الان نمودار قیمت بیت کوین هست که خب اتفاقایی که عرض کردم داخلش افتاده. اما الان چه کاری رو ما میتونیم برای بیت کوین انجام بدهیم؟ بچه‌ها چیزی که تحلیلی که میخوام بهتون بگم یه تحلیل سوینگه، یعنی تقریبا مثلا فرض کنید که توی یه روز 2 روز اینها اتفاق میفته، یعنی تحلیل بلند مدت نیست. معمولا اگر بخواد اتفاق بیفته و فیل نشه، من با حد ضرر 120 750 توی این منطقه خریدار بیت کوین خواهم بود با 3 تا تارگت کوتاه مدت. این منطقه رو بچه‌ها برای اینکه راحت بتونید ببینید من روش کلیک میکنم که این بغل اعدادش رو براتون بنویسه. 121 450 121، یعنی از منطقه 121,000 تا 121,450 خرید خودم رو تقسیم میکنم. هر چقدر به سمت 121 بیاید به نظر سیفتر خرید کردید و اگر
حد ضررتون هم بخوره کمترین ریسک شامل حالتون میشه. پس حد ضررش رو 120 750. حالا تارگت هایی که براش در واقع دیدم، تارگت ها رو یادداشت بکنید برای اینکه شک شلوغ نشه. من روی شک نذاشتم، میخوایم بذارم اینجا. تقریبا 123 هست. حالا بچه‌ها به خاطر اینکه اینجا من دارم عددا رو میذارم ممکنه یه خورده عدد کم و زیاد بشن. 123 بعدیش رو بذارم روی 124 و 500 تقریبا اینجا، و بعدیش هم میذارم 126. بچه ها چون تقریبا خب قیمت دیگه داره به اعداد جدیدی میرسه که تا حالا ما شاهدش نبودیم، یه مقدار تحلیل کردن توی این حوالی باید کوتاه مدت تر باشه. برای همین من اهداف بلند عجیب غریب و نمیدونم اینجور چیزا رو کاری ندارم، چون الان یه سری دیتا ها وجود داره. یا مثلا فرض کن من قبلا راجع به این صحبت کردم که احتمال داره تا آخر سال قیمت بیت کوین توی منطقه $140,000 هم حتی باشه. بنابراین فعلا با اون عددا کاری ندارم. این اعداد رو کوتاه راجع بهش صحبت میکنم که راحت‌تر بشه تحلیل معنادار کرد و خدای نکرده بچه‌ها دچار چالش و مشکل نشن. در رابطه با پس این راجع به بیت کوین، اگر در واقع شما سوینکار نیستید از این تحلیل استفاده نکنید. این تحلیل فقط مناسب سوینکارها. سوینکارها با لوریج بالا علل اصول کار نمی کنن، یعنی کارشون چون اسکلپ نیست که مثلا سریع تا باز میکنن ببندن، با لوریج بالا کار نمی کنن. این رو در ذهنتون داشته باشید. برم سراغ اینایی که بچه ها گفته بودن. خب یکیش دوج بود، دوج رو بیاریم. این نمودار دوج هست در تایم روزانه. من یه خورده این رو جابجاش بکنم برای اینکه شما بتونید ببینید. خیلی باید جابجاش بکنم بچه ها. توی دوج من این منطقه بسیار خوبی برای خرید میبینم. دقت بکنید، فقط روی صحبتم الان با افرادی هست که میخوان به صورت چی بگیرن؟ اسپات بگیرن. اصلا با بچه هایی که میخوان فیوچرز کار بکنن توی این ارزهایی که مال بچه ها هست و خودشون درخواست کردن صحبت نمی کنم. من دو تا منطقه مشخص میکنم. یه دونه این منطقه رو میخوام بلند بگیرم، یعنی بزرگتر از حالت عادی بگیرم و رنگش هم میکنم زرد. یه منطقه دیگه هم مشخص میکنم اینجا، اینم صورتیش میکنم. بچه هایی که ریسک پذیر هستن توی این منطقه میتونن کار خرید خودشون رو انجام بدهند. بچه هایی که ریسک کمتری رو میخوان بپذیرن توی این منطقه خرید نکنن و وایسن توی این منطقه، اگر رسید خرید بکنن. خب فرق بین این دوتا چیه؟ ممکنه بچه ها به این منطقه صورتی رنگ اصلا نرسه و حرکت بکنه بره رو به سمت بالا. بنابراین اونهایی که میخوان ریسک کمتری رو بپذیرن ممکنه اصلا سوار قیمت نتونن بشن. طبیعیه، میخوان ریسک کمتری بپذیرن دیگه. اولویت توی سرمایه گذاری حفظ سرمایه است، نه کسب سود. حالا چیز عجیب غریبی که میخوام بهتون بگم بچه ها، هدف قیمتی هست. احتمال اینکه به منطقه 44 سنت بخواد برسه به شدت بالاست. حالا برای خروج خودم اگر بخوام اقدام بکنم روی منطقه 4، یعنی اینجا 40 سنت یا 14 در واقع یه بخش بزرگی رو خارج میکنم و تارگت بعدیم که خب الان مشخصه 44 یا 44 سنت هست. این برای دوج توی بایننس تحلیلش نیست، توی مکسی تحلیلش رو گذاشتم. اگر اعداد یه خورده جابجاست توی صرافی که شما کار میکنید، اون اعداد رو با اعداد کنونی مقایسه بکنید. روی تون کوین، روی تون بچه ها من دوتا منطقه رو از قبل مشخص کردم. این دوتا منطقه است. این منطقه ای است که افراد پر ریسک میخوان خریدشون رو انجام بدن. بچه ها اینا از اینجا آوردیم ها.
حالا مثلا میگین آقا این منطقه ها از کجا اومده، چرا شما انتخابش کردی، این منطقه اینجاست. خب و برای اونهایی که کم ریسک میخوان کار بکنن این منطقه است، یعنی از شادویی که اینجا توی آخرین ریزش عجیب غریبی که همین چند وقت پیش اتفاق افتاد از اونجا بگیرید تا اینجا، این منطقه کم ریسکیه که تقریبا منطقه $2.5. اینجا منطقه تقریبا 2.7-2.8 دلاری هست و هدف قیمتی رو بیایم اینجا راجع بهش صحبت بکنیم. من اینو ریستش بکنم و هدف تقریبا میان مدتش بعد از گذر کردن از این سقف، یعنی اینجا ما یه تقریبا 0.6-0.7 ما یک بخش مهم داریم، بعد از اون اینجا رو داریم یعنی منطقه 4 و بعدش منطقه $5. عجیبه نه؟ بر خودم هم عجیبه، نمیدونم چرا انقدر نسبت به این خوشبینم، ولی فقط اثبات به هیچ عنوان روی این دوتایی که الان گفتم که درخواست بچه ها بود و بعدی که شیبا هست و باز درخواست بچه هاست اصلا دیدگاه فیوچرز نداریم. خب اینم از این، چون نمیخوام با لوریج کار بکنید. بریم سراغ بعدی چی بود؟ شیبا. اینم شیباست بچه ها. شیبا برای بچه هایی که ریسک پذیر هستن، این منطقه رو نگاه بکنید بچه ها، 116 تا 120. اونهایی که ریسک کمتری رو میخوان بپذیرن، به طب ممکن اصلا پوزیشنشون فعال نشه، در واقع 1004 تا 1034 میتونن خریدشون رو انجام بدن و اهداف عجیب قیمتی روی اینجا هم ما داریم و خیلی برای من عجیبه این عددی که دارم بهتون میگم 2390 ها، ولی اهداف ابتداییش اینها میتونه باشه، یعنی روی اینها میتونید یه مقدار از کارتون رو سبک بکنید. روی اینها، اینم اعدادی که اینجا وجود داره. خب یه سر به این 3098 مادر مردم بزنیم. یادتونه ما 3098 کجا خریدیم و کجا خارج شدیم؟ ما 3098 رو اینجاها تا سیگنال کرده بودیم و خب یه همچین اتفاقی براش افتاد، بعد رفت بالا و اصلا دیگه داغون شد ریخت اومد پایین. 3098 دوباره دیروز، همین چند روز قبل، منظورم دیروز نیست، همین چند روز قبل یه پامپ عجیبی کرد. اینجا رو دارم میگم، یه چیزی بوده مثلا 30% 40% فکر میکنم بالا رفت. این ببخشید از اینجا حسابش بکنم، این اولش تا اینجا 50% یهویی بالا رفت، یا اگر کلا از اینجا رو بخوایم در نظر بگیریم میتونه 70% بالا رفت. بعد بچه‌ای از من پرسیدن که آقا 3098 رو دوباره بخریم. نه، اینا ببین اگر قرار باشه چیزی رو بخریم همون موقعی که لازم هست و میگم یا استوریش میکنم یا توی تلگرام اطلاعاتش رو میذارم یا همین هفتگی که دارم توی یوتیوب در رابطه با ارزها صحبت میکنم خواهم گفت. پس یادتون نره بچه ها، اگر چیزی رو خواستید که راجبش صحبت بکنم حتما توی کامنت ها برام بنویسید. بسیار خوشحال میشم که نقطه نظرات شما رو بشنوم و راجب طلا بهتون بگم. احتمال اینکه طلا به زودی 4000 تا رو بزنه خیلی خیلی زیاده. اونس جهانی $4000 خیلی خیلی زیاده این احتمال. و تو آخرین لایوی هم که من داشتم راجع به این مسئله صحبت کردم، بنابراین چون هنوز به اون 4000 تا نرسیده دیگه آپدیتی رو راجع بهش نمیدم. منتظر هستیم تا این اتفاق انشالله بیفته و بعد آپدیت های بعدی رو بهتون بدم. این که الان میبینید من توی تحلیل ها همیشه از روایت های اقتصادی، فاندامنتال، ژئوپلیتیک و اینها صحبت میکنم به خاطر اینکه بچه ها اینها توی نمودارها دیده میشه. بعضیا توی تلگرام دایرکت زدن، یعنی اون سوالایی که میپرسن از ادمین پرسیدن که آقا شما چجوری مثلا فرض کن زمانی که قیمت روی 109,000 تا بوده گفتی 124,000 تا میشه. خب بر اساس همین پیش بینی ها، یعنی فقط تحلیل تکنیکال نیست که شما رو کارا میکنه، میاد بهتون سمت و سوی ذهنی میده.
بنابراین حتما این مواردی رو که میگم به خاطر بسپرید، برید راجع بهشون تحقیق بکنید، اطلاعاتتون رو زیاد بکنید. این مواردی که فدرال رزرو اعلام میکنه رو میتونید پیش توی خبرگزاری‌های مختلف اطلاعاتش رو ببینید که کارشناسا چه پیش بینی میکنن نسبت به اینکه فدرال رزرو چه اعدادی رو خواهد داد و بعد اگر اون عدد بیشتر بشه یا کمتر بشه چه اتفاقی توی مارکت میفته. من میخوام فقط تک‌بعدی نسبت به قضیه نگاه نکنید. دوستتون دارم. هزار همیشه ایام به کامتون باشه و تنتون سلامت، جیبتون پرپول، لبتون خندون. تا یه روز دیگه که انشالله نزدیک باشه و کنارتون برگردم، به خدا میسپارمتون. ریاکشن یادتون نره.